نام خدا، سوالات تشریحی ترم دوم دین و زندگی سال 12 رو مخصوص رشته ریاضی و تجربی تقدیم حضورتون میکنم. بنده محمد رضایی بقا هستم، مدرس مؤلف و طراح درس دین و زندگی. بچه‌ها درس 7 و 8 و 9 و 10 مباحث مربوط به ترم دوم حساب میشه که توی امتحان نهایی هم میتونه نقش پررنگی رو ایفا بکنه. درس هفتم در رابطه با بازگشت، توبه و باید تعریف توبه رو بلد باشید. توبه به معنی بازگشت از گناه که تعریفش رو خواهیم دید. بعد از اون انقلاب علیه خود، انسان علیه تمایلات پستش و ناپسندش باید قیام و انقلاب کنه و به سوی تمایلات عقلانی و خوب و مثبت بر بیاد. حقیقت توبه رو میخونیم که به معنی پشیمانی قلبی نه فقط زبونی و با اصطلاح تخلیه یا پیرایش آشنا میشیم، یعنی توبه گناه از قلب خارج کنه و قلب رو شستشو بده. احادیث تخلیه یا پیرایش رو خواهیم دید و موضوع بعدی 5 نکته در رابطه با توبه است که اولش این که خدا با توبه همه گناه ها رو میبخشه، حتی شرک. پیام میده خداوند به پیامبرش، میگه به بندگانی که به خودشون زیاده روی کردن بگو لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نباشید. چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناه ها رو میبخشه. انه هو الغفور الرحیم، او آمرزنده مهربانه. نکته بعدی، توبه بچه‌ها کی آسون تره؟ تو جوانی آسون تره، نزد خدا محبوب تره. پیامبر فرموده هیچ کس نزد من محبوب تر از جوان توبه کار نیست. پس توبه رو در جوانی باید محترم شمرد. نکته بعدی، در توبه همیشه بازه ولی توفیق توبه همواره میسر نیست، یعنی باید فرصت توبه رو غنیمت شمرد. نکته بعدی این که در توبه کردن حتما باید رعایت بکنیم که توبه لفظ کافی نیست، بلکه توبه باید به قلب باشه و انسان زبان حالش این باشه که چقدر بد شد، کاش این کار نمی‌کردم، چرا به فرمان خدا بی‌توجهی کردم، دیگر این کار را انجام نمیدهم. یه چنین زبان حالی باید داشته باشه. بچه‌ها حیله های شیطان رو باید بشناسیم. اولین حیله ناامید کردن. این بیت طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم، گناه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید، بیانگر همین موضوع، یعنی ناامید کردن. میگه آب که از سر گذشت چه یک وجب چه 100 وجب. حیله دوم تصویف به معنی امروز و فردا کردن و حیله سومم فرآیند تدریجی قبح شکنیه، یعنی به تدریج زشتی گناه رو از بین بره، گام به گام آهسته به تدریج میاد جلو و ما رو غرق در گناه میبینیم خودمون رو. اما مراحل تکمیلی توبه، گفتیم اصل توبه پشیمانی قلبی و تکرار نکردن بود، ولی 2 تا چیز برای تکمیل توبه لازمه. یک، تلاش برای دور شدن از گناه و دوم جبران حقوق الهی و حقوق مردم که حقوق الهی مهمترینش عبادت و بندگیه و حقوق مردم حقوق مادی داره و معنوی، مهمترینش حقوق معنویه که در خصوصش صحبت خواهیم کرد. توبه اجتماعی هم مهمه. تا اینجا هرچی گفتیم توبه فردی بود. توبه اجتماعی زمانی که جامعه از مسیر توحید و اطاعت خدا خارج بشه. اینجا امر معروف و نهی از منکر خیلی نقش ایفا میکنه و باید انجام بشه. سراسر عمر ظرف زمان توبه است، ولی بهترین زمانش زمان جوانی است که البته باید بدونید 2 تا ویژگی داره: یک، انعطاف پذیری، 2، تحول و دگرگونی. اما دوره پیری دوره است که دوره کم شدن انعطاف و تثبیت خوی‌ها و خصلت است. بچه‌ها با درس هفتم و سوالاتش آشنا بشیم. توبه در اصطلاح دینی یعنی چی؟ بچه‌ها ما 2 نوع تصمیم داریم. اولین نوع تصمیم برای تکمیل و ادامه راه، نوع دوم برای بازگشته. پس می‌نویسم توبه یعنی چی؟ بازگشت از مسیری که چندی به غلط پیموده شده، و آثار زیانباری بر جای گذاشته. این گونه تصمیم ها چی نام دارد؟ این گونه تصمیم ها توبه نام دارد. خیلی خوب. و اما سوال بعدی گفته انقلاب علیه خود یعنی چی؟ بچه ها یعنی با توجه به فرمان های عقل و نفس لوامه که خوبن، علیه تمایلات پست نفس اماره قیام و انقلاب کنیم. پس می نویسم توجه به فرمان عقل، با توجه به فرمان عقل علیه تمایلات پست و ناپسند خود قیام و انقلاب کنیم. علیه تمایلات ناپسند خود قیام و انقلاب کنیم. اینجوری بگم بچه ها، یعنی انقلاب علیه خود یعنی انقلاب خود عالی علیه خود دانی. چون یه تمرین کتاب درسی هم داره توی صفحه بعدیش که
بعدی اینجایی که انقلاب علیه خود رو میگه بررسی کنید، بگید آقا کدوم خود علیه کدوم خود انقلاب میکنه. خود عالی علیه خود دانی انقلاب میکنه، یعنی نفس لوامه علیه نفس اماره قیام انقلاب خودش رو انجام میده. بریم سوال بعدی. تعریف تخلیه یا پیرایش. گناه آلودگیه، توبه پاک شدن از آلودگیه. چرا؟ چون توبه گناهان را از قلب پاک می کند و آن را شستشو می دهد. به این عمل چی میگن؟ تخلیه یا پیرایش میگن. بچه ها اگر احیانا برعکس بخواد سوال بده، یعنی چیکار کنه؟ بیاد به ما یه سوالی بده، حدیثش رو به ما بده، بگه چه مفهومی رو برداشت میکنی ازش. این حدیث رو اگر به ما بدن، باز باید همین جمله رو بنویسیم: التوبه تطهر القلوب، قلب رو پاک میکنه، و تغسل الذنوب، گناه ها رو میشوره. این حدیث از امام علی، بحث شستشو و پاکی، تطهیر، تغسل و شستن. و یه حدیث هم از پیامبر داریم میگه التائب من الذنب، توبه کننده از گناه، کمن لا ذنب له، مثل کسی که اصلا گناهی انجام نداده. بریم سراغ سوال بعدی. تعریف تصویف رو از ما خواسته. بچه‌ها تصویف از ریشه کلمه سوفه به معنای امروز و فردا کردن، کار امروز رو به فرداها افکندن و کار امروز را به فردا انداختن است. انسان جوان به خود میگوید به زودی توبه میکنم، به زودی توبه میکنم، به زودی توبه میکنم، به زودی توبه میکنم، به زودی توبه میکنم. این جمله رو انقدر تکرار میکنه تا اینکه میل به توبه در او خاموش میشه. خب بچه‌ها یادتون باشه تصویف حیله شیطانی که بیشتر برای جوونا استفاده میشه. حدیث شریف التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب به کدام عمل اخلاقی اشاره داره؟ ببین حدیث رو داده، اسمش میشه تخلیه یا پیرایش، یعنی قلب از گناه پاک بشه و از گناه شستشو پیدا کنه. سوال بعد، گناه چیه؟ خب گناه آلودگیه و چی پاک شدن از آن است؟ و توبه پاک شدن از آلودگی است. مراحل تکمیلی توبه، گفتیم اصل توبه پشیمانی قلبی است و تکرار نکردنش. اما 2 تا مرحله تکمیلی میخواد که گفته فقط نام ببر. 1 تلاش برای تکرار نکردن گناه، تلاش برای دور شدن از گناه. بنویسم دقیق تره، تلاش برای دور شدن از گناه. یعنی ممکنه حتی انسان علاقه قلبی به گناه داشته باشه ولی در عمل دیگه سعی میکنه توبهشو نشکنه، خراب نکنه. و 2 جبران حقوق الهی و حقوق مردم رو شامل میشه. بریم سراغ عبارت بعدی. با ذکر مثال حقوق مردم رو در بحث توبه شرط چند تا نکته باید بدونیم. اولا این که اگر کسی حقوق کسی رو ضایع کرد، باید اولا رضایت کسب کنه. ثانیاً اگر بهش دسترسی نداشت چی کار کنه؟ باید یا به نیابتش صدقه بده یا دعای خیر کنه در حقش. ثالثاً حالا اومدیم و 2 دسته حقوق داریم، مادی و معنوی، که معنوی ها مهمترن. حقوق معنوی چه چیزهایی هستن که باید با مثال بگیم؟ حقوق معنوی هم گفته با مثال توضیح بدیم، مثل اینکه آبروی مؤمنی رو بریزه با دروغ، تهمت، غیبت، قلب پدر مادری رو بشکنه با بی‌حرمتی فرزند، و یا فساد و مطالب نامناسب در فضای مجازی منتقل کنه، یا اینکه حتی سبب بدبینی دیگران نسبت به دین بشه. با تمام وجود باید به جبران این حالت‌ها بپردازه. پس چند تا نکته رو باید اشاره کنم. اولا اینکه باید حقوق مردم را با کسب رضایت از آنها جبران کنیم. بچه‌ها نگاه کنید، اگر من یه موقع حق خدا رو ضایع کرده بودم، باید قضای اون عمل انجام بدم، چون حق خدا اطاعت و بندگی، نماز روزهای از دست رفته رو جبران کنه، قضاشو به جا بیاره. ولی اگر حق مردمه، باید رضایت کسب کنیم. اگر دسترسی نداشتیم چی؟ اگر به آنها دسترسی ندارد، باید 2 تا کار کنه. 1 به نیابت از آنها صدقه دهد. طبعا میدونید صدقه مال جبران حقوق مادیه. یا 2 برای آنها دعای خیر کند، دعای خیر رو طلب آمرزش کنه. این برای جبران حقوق معنویه. نکته بعدی، حقوق مردم، چون گفته کامل توضیح بدید، باید کامل بگیم. 2 دسته است، 1 مادی، 2 معنوی. که کدومش مهمتره؟ که بسیار مهمتره. کدوم؟
معنوی مهمتره. مانند چی؟ چند تا مثال میزنم. مانند یک، اولا اینکه آبروی کسی را با دروغ، تهمت، غیبت بریزد. دو، قلب والدین با بی‌حرمتی فرزند شکسته شود. سه، توزیع مطالب انحرافی و فساد در جامعه گسترش یابد، حالا با مطالبی که منتقل میکنه. و شماره 4، اشاره به موضوع سبب بدبینی دیگران نسبت به دین شدن. سبب بدبینی دیگران به دین شدن. این میشه چی؟ حقوق معنوی مردم که باید شخص با تمام تلاش خودش لطف کنه و اونها رو جبران کنه. اما بریم سراغ سوال بعدی. گفته توبه در اصطلاح دینی به معنی بازگشت از خدا به سوی گناه. توبه یعنی بازگشت از گناه به سوی خدا. بچه‌ها حواستو جمع نکنید، نمیتونید درست جواب بدین ها. و قرار گرفتن در دامن عفو غفران درسته، ولی این تیکه چون غلط بود پس کل جمله ما نادرست شد. توبه با کمک چی و چی گناهو به چی تبدیل میکنه؟ توبه ایمان عمل صالح. توبه ایمان عمل صالح گناه‌ها رو به خوبی‌ها تبدیل میکنه. ایمان و عمل صالح گناهان را به حسنات تبدیل میکند. توبه ایمان عمل صالح گناه‌ها رو به خوبی‌ها تبدیل میکنه. توبه اجتماعی چیه؟ خب اولا اینکه کی نیازمند توبه اجتماعی هستیم؟ زمانی که جامعه از مسیر چی و چی خارج بشه؟ توحید و اطاعت خدا خارج شود، نیازمند بازگشت و توبه اجتماعی است. خب حالا نکته بعدی اینه که چه جور گناهان اجتماعی محسوب میشن؟ گناهانی مانند رباخواری، رشوه‌گیری و ظلم کردن و ظلم پذیری و اطاعت از غیر خدا یعنی طاغوت. اینا گناهان چی هن؟ اینا اجتماعی هن. گناهان اجتماعی محسوب میشن. حالا در برابرشون مهمترین راه اصلاح گناه اجتماعی چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر طبعا. حالا اومدیم و ما تو امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی کنیم. اگر مردم کوتاهی کنند اتفاقی که میفته گناهان اجتماعی قوی و محکمتر میشن و تمام سطوح جامعه رو در بر میگیرن، یعنی فراگیر میشن گناهان اجتماعی. اما اگر مردم امر معروف و نهی از منکر رو درست انجام بدن، یعنی مردم حساسیت به خرج دهن، اگر مردم حساسیت به خرج دهن چی میشه؟ گناهان اجتماعی آسون میشه. گناهان اجتماعی یا اینجوری بگم مقابله با گناهان اجتماعی آسانتر میشود و در جامعه ریشه نمیدونه و امکان اصلاحش آسونتر میشه. اگر کوتاهی کنی دشوار میشه، حساس باشی آسون میشه. حتما باید این حساسیت رو جامعه به خرج بدن. فردی که به مردم ستم کرده، حق الناس، در هنگام توبه چه حقوقی رو باید جبران کند؟ خب پاسخ کوتاه بچه‌ها، گفتیم حقوق مادی و معنوی که کدوم مهمترن؟ حقوق معنوی انسان‌ها مهمتر، مثالاش هم گفتیم. و اما کشف ارتباط، گفته ارتباط ستون در واقع راست و چپ رو با هم برقرار کنیم. یه مورد هم سمت چپ اضافه است. یک، شکسته شدن قلب والدین در برابر بی‌حرمتی فرزند. خب طبیعیه که این مورد از حق الناس های معنوی بود. بچه‌ها یادتون باشه شمردیم، گفتیم بی‌حرمتی والدین و شکستن قلب دیگران حقوق معنوی افراد ضایع میکنه. اظهار ندامت در حال انجام گناه، پشیمونه، ندامت داره در حالی که داره گناه‌ها تکرار میکنه، پس الکیه، زبونی فقط داره اظهار پشیمونی میکنه چون گناه‌ها داره تکرار میکنه دیگه. اگر پشیمونی قلبی بود که تکرار نمیکرد. پس این میشه استغفار بی‌خاصیت. مهمترین حق خدا اطاعت و بندگیشه. مهمترین حق خدا اطاعت و بندگیشه که همون توحید عملی میشه در واقع. مرحله اول تکمیلی توبه چی بود بچه‌ها؟ تلاش در جهت دور شدن از گناهان. این مورد هم که کاملا اضافه بود. بچه‌ها توی امتحان هم باید شماره بندی کنن. 1 رو وصل کنن به ب به این صورت، 2 رو وصل بکنن به
پ، 3 رو وصل بکنن به ت، 4 هم وصل کنن به الف که این خطا اشتباه نشه که شما یه موقع نمرتون ضایع نشه توی انتقال به پاسخنامه این کارو کنید. خب سوال بعد، اگر حقی را ضایع کنیم و به آن دسترسی نداشته باشیم در مقام وظیفه چه کاری باید انجام بدیم؟ آقا حق یه آدم رو ضایع کردم، دسترسی به صاحبش هم ندارم رضایت بگیرم. 2 کار میتونم بکنم. باید به نیابت از صاحب حق 2 کار کنیم. 1 یا صدقه دهد اگه مادیه، 2 دعای خیر و طلب آمرزش کند در صورت که چی باشه؟ دسترسی به صاحب حق نباشه. اما سوال بعد، جبران حقوق مردم رو در مقام توبه شرط دهید. خب این سوال شبیهش رو حل کردیم، گفتیم چند تا نکته لازمه. اولا باید حقوق مردم رو رضایت کسب کرد، اگر دسترسی نداشتی یا صدقه باید بدی یا طلب دعای خیر بکنی براش و آمرزش. و نکته بعدی حقوق 2 دسته است، مادی و معنوی، و مثالای از حقوق معنوی رو هم نام بردیم: آب ریختن، قلب شکستن، فساد تباهی گستردن و موضوع سبب بدبینی دیگران نسبت به دین شدن. مفصل اینو عرض کردیم سوال قبلی. اما سوال بعد، مردم بر یکدیگر حقوق مادی و معنوی دارن، حقوق معنوی مهمتر از حقوق مادی است. کاملا درسته، حقوق معنوی مهمتره. سوال بعد، گناه آلودگی بود، چی پاک شدن از آلودگیه؟ توبه پاک شدن از آلودگیه. سوال بعد، تلاش در درجه دوری از گناه از مراحل تکمیلی توبه است. اولین مرحله تکمیلی توبه هم هست. اینو توضیح بدیم. پس میگیم آقا شخص توبه کننده میکوشد دیگر گناهی را که از آن توبه کرده چی نکند بچه‌ها؟ تکرار نکند، زیرا تکرار آن معادل چی کردن توبه است بچه‌ها؟ تکرار آن معادل شکستن توبه است و باید دوباره توبه کند. حالا آیا ممکنه این آدمی که پشیمون شده از گناه، آیا ممکنه این آدم میل به گناه داشته باشه؟ بله، ولی در عمل دیگه انجامش نمیده. حتی اگر در قلب میل به آن گناه که داشت توبه کرده داشته باشد، نباید در عمل آن را مرتکب شود. یعنی چی نباید در عمل آن را مرتکب شود؟ یعنی باید از زمینه‌های گناه دوری کنه. یعنی باید از عوامل زمینه ساز گناه، آقا رفیق بد، فضا و محیط بد، زمینه ساز آن گناه دوری میکند. این میشه چی؟ تلاش برای دور شدن از گناه. این من آیتم با آیتم توضیح میدم که بتونید راحت تو ذهنتون کلید واژه‌ها رو به خاطر بسپارید، ثبت کنید و اونها رو در پاسخنامه به خوبی منتقل کنید. خب سوال بعد، یکی از ویژگی‌های دوره جوانی کم شدن انعطاف و خوی‌ها و خصلت. بچه‌ها نگاه کنید، کم شدن انعطاف مال دوره جوانی نیست، مال دوره پیریه. بلکه دوره جوانی دوره انعطاف پذیریه. پس این جمله نادرسته. میرم سراغ بعدی. آیه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین رو ترجمه کنید. خب ترجمهش که کاری نداره، پیامش مهمه که خواهم گفت. میگم همانا خدا افرادی که بسیار، ببین تواب بر وزن فعال اسم مبالغه است، همانا خدا افرادی رو که بسیار توبه میکنند دوست دارد و یحب المتطهرین و آنان که پاکند را دوست می‌دارد. خدا زیاد توبه کنندگان و پاکان رو دوست داره. حالا مفهوم این آیه چیه؟ ببین تواب به معنای بسیار توبه کننده مفهوم تکرار توبه رو میرسونه. پس می‌نویسم تکرار توبه به معنای دور شدن از خدا نیست، بلکه موجب محبوب شدن نزد اوست. ببین تکرار توبه نه تنها موجب دور شدن از خدا نیست، بلکه باعث میشه انسان محبوب خدا میشه و جلب رحمت خدا میکنه. این پیامه رو بهتره که یاد بگیرید. توبه گناهان رو از چی خارج میکند؟ از قلب خارج میکند و آن را شستشو میدهد. به این عمل بچه‌ها چی میگن؟ 2 تا اسم میگن، تخلیه یا پیرایش میگن که احادیثش هم با هم خوندیم. اولین حیله شیطان برای دور کردن انسان از توبه چی بود بچه‌ها؟ مأیوس کردن انسان رو سعی میکنه چیکار کنه؟
ناامید کنه، ناامید کردن انسان. خب این کارو که انجام میده، این حیله‌ای که به خرج میده، داستانش از چه قراره؟ یه جمله اول میگه اول گناه کن بعد توبه کن. این جمله اولشه. بعد که انسان خود رو غرق در گناه دید، ناامید شد، بهش میگه آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه 100 وجب. یعنی خراب کردی دیگه، فایده نداره. انسان با خود میگوید گناهان مرا فرا گرفته، قلبم به قدری آلوده شده که دیگر توبه‌ام پذیرفته نیست. در حالی که اگر واقعا، یعنی قلباً توبه کند، حتما خداوند توبهش را میپذیرد. و این مفهوم این بیته که طمع ز فیض کرامت مبر، که خلق کریم گناه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید. طمع تو از خدا قطع نکن، امید تو به خدا حفظ کن. سوال بعد، اگر جامعه‌ای از مسیر چی و اطاعت خدا خارج شه؟ از مسیر توحید و اطاعت خدا خارج شه، نیازمند توبه چیه بچه‌ها؟ نیازمند توبه اجتماعی است. جامعه است دیگه، می‌بینی؟ جامعه توبه اجتماعی باید بکنه. خب 4 مورد از انحراف‌های اجتماعی که باید در همان مراحل ابتدایی اصلاح شه تا گسترش نیابه نام ببرید. پس یه نکته همین الان من بهتون بگم، اگر تو مراحل ابتدایی گناهی اصلاح بشه، گسترش نمیابه، ماندگار نمیشه. این خودش یه نکته است. حالا اون 4 مورد انحرافات اجتماعی چیا میشن؟ گفتیم یه بار شمردیم: 1 رباخواری، 2 رشوه گرفتن، 3 ظلم کردن، 4 ظلم پذیری، 5 اطاعت از غیر خدا، که گفتیم بچه‌ها اطاعت از غیر خدا منظور چیه؟ طاغوته. چیزایی از این قبیل، اینا میشن گناهان اجتماعی. کوتاهی در انجام کدام وظیفه شرعی گناهان اجتماعی رو محکم‌تر میکنه، قوی‌تر میکنه؟ اگر کوتاهی کنی در چی؟ کدام وظیفه؟ امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر، گناه اجتماعی رو کوتاهی کنی قوی میشه. خب مهمترین حق خدا بر بندگان حق اطاعت و بندگیشه. بله کاملا درسته، حقوق الهی مهمترینش اینه. تصویف رو به عنوان یکی از حیله‌های شیطان شرح بدید بچه‌ها. تصویف گفتیم از ریشه سوفه به معنای امروز و فردا کردن و چیه؟ و کار امروز را به فردا انداختن است. گفتیم بچه‌ها این تعریفش بود، یه بار تعریفش رو انجام دادیم. حالا گفته توضیح بدید شرحش چیه. باید بدونیم این حیله بیشتر برای کیاست؟ این حیله بیشتر برای جوانان به کار می رود. حالا شیطان چی میگه؟ میگه تو هنوز جوانی، فرصت توبه داری، به زودی می توانی توبه کنی. اما این یه دام باعث چیه؟ عادت به گناه، به طوری که ترک گناه برای سخت میشه. ترک گناه سخت میشود، باعث عادت جوان به گناه میشود. اینجاست که اگر انسان غافل بشه، اگر انسان غرق در گناه بشه، غرق شدن در گناه باعث میشه میل به توبه درش چیچیموش بشه، باعث خاموش شدن میل به توبه میشه. و اگر انسان واقعا آلوده به گناه بشه، در گرد گناه قرار بگیره، دیگه ممکنه پشیمانی قلبی از گناه اتفاق نیفته. و اگر پشیمانی اتفاق نیفته که اصلا انگار توبه انجام نشده. خب شیطان چه موقع میگوید آب که از سر گذشت، چه 1 وجب چه 100 وجب؟ موقع این حرفو میزنه که ما آلوده به گناه شدیم، هنگام آلودگی انسان به گناه. انسان خودش رو در گناه آلوده میبینه و چی کارش میکنه؟ امیدواریش رو از دست میده. میرسم ناامیدی و مایوس شدن از توبه. سعی میکنه شیطان ما رو مایوس کنه. بریم سراغ سوال بعد. اولین قدم در توبه جبران حقوق ضایع شده مردم است. خب غلطه. اولین قدم در توبه پشیمانی قلبی و تصمیم را تکرار نکردنه. اولین مرحله تکمیلی چیه؟ تلاش برای دور شدن از گناه. تازه بعدش جبران حقوق الهی و حقوق مردمه. سوال بعد، اصلاح جامعه از انحراف‌های اجتماعی، چون ربا رشوه معلول اصلاح جامعه با چیه؟ امر به معروف، نهی از منکر. امر به معروف، نهی از منکر. سوال بعد، چرا در دوره جوانی توبه آسان‌تره؟ چون جوانی 2 تا ویژگی داره بچه‌ها. 1، اولا انعطاف پذیری
2 دوره چیه؟ تحول و دگرگونی. با ذکر مثال شرح بدید. بچه‌ها یه مثال باید بزنیم. میگم خصلت‌های ناپسند در انسان شبیه چی هم بچه‌ها؟ شبیه ریشه های نهالی هستند. خب چه شباهتی دارن؟ هرچی زمان میگذره ریشه محکم میشه، کندن اون سخت میشه که هرچه زمان میگذرد، یعنی پیر میشیم، رو به پیری، خب کندن آن ریشه ها سخت و طاقت فرسا می شود، یعنی توبه نزدیک به محال میشه. اینه که نباید توبه رو به تأخیر انداخت تا دوره پیری. اما بریم سراغ نکات درس 8. بچه‌ها درس 8 بحث احکام الهیه. اول یه مقدمه‌ای داریم که تزکیه نفس و پاکی رمز سعادت و رستگاری ماست. بچه‌ها تزکیه به معنی پاک شدن با توبه آغاز میشه و با انجام دستورات خدا از جمله احکام تداوم میابه. آغاز پاک شدن و تزکیه با توبه است. تداوم پاک ماندن با عمل به احکام خداست. احکام و دستورات قوانین اسلام هم رستگاری دنیوی هم اخروی رو به دنبال خواهد داشت و البته با احکام و قوانین بشری که مال بشر محدود و کوچکه قابل مقایسه نیست. اگه خداوند چیزی رو برای ما حرام کرده، حتما اون مانع بزرگی بر سر راه سعادت ابدی و نعمت‌های وصف نشدنی اخروی است. خداوند می‌فرماید که برای بندگان نیکوکارم چیزهایی آماده کردم که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه به ذهن کسی خطور کرده. و در قرآن می‌فرماید هیچ کس نمی‌داند که چه پاداش هایی که مایه روشنی چشم هاست برای آنها قرار داده شده است. ما دو نوع سبک زندگی داریم بچه‌ها. یه زندگی دینی داریم که شیوه مطمئن و قابل اعتماد زندگی است، پیش روی انسان خردمنده. هر انسان خردمند و عاقبت اندیش میدونه که تکیه و اعتماد به دستورات خدا باعث میشه هر گونه نگرانی نسبت به آینده از بین بره. اما دومین سبک زندگی غیر دینیه که همون تکیه بر مکاتب بشریه، یعنی سهل انگاری و بی‌توجهی به احکام خدا که قرآن میگه بر لب پرتگاه آتشه. آیه رو ببینید. افمن اسس بنیانه علی 2 چیز، آیا کسی که بنیانش رو قرار داده علی تقوا من الله و رضوان، بر تقوا و پرهیزگاری و رضوان و خوشنودی خدا قرار داده، این خیره، یا اونی بهتره که اسس بنیانه علی شفا جرف انهار، بر لب پرتگاه آتش، جایگاه متزلزل قرار داده، فنهار به فینار جهنم، میفته تو آتش جهنم. خب که خوب نیست که. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا به این افرادی که به احکامش بی‌توجهن، مکاتب بشری رو اسقر میدن، دنبال برنامه غیر دینی میرن، گفته ظالم. چرا؟ به خودشون ستم کردن، آیندهشون رو خراب کردن. چند تا نکته در مورد احکام. اولا میان سعادت اخروی ما و دستورات خدا یه رابطه تناسب و هماهنگی وجود داره. یعنی ما با دستورات خدا رو عمل کردن به سعادت اخروی میرسیم، گرچه ممکنه برای ما این محسوس نباشه این رابطه، ولی به هر حال وجود داره. یعنی اگر میخوایم به سعادت برسیم، یه زندگی معقول، یک عزم قوی و جدی و استوار به درد میخوره، وگرنه بی برنامگی و غیر مسئولانه بودن به درد نمیخوره. نکته بعدی، هر کدوم از دستورات خدا یه علت و دلایل خاصی دارن که بهشون میگن حکمت دستور الهی یا حکمت احکام الهی. به اون دلایل خاص میگن حکمت دستور الهی. مثلا خدا ممکنه گفته باشه که مثلا قمار حرامه، میگم حکمتش چیه؟ میگم اولا یه کار بیهوده است که هیچ فایده‌ای برای جامعه نداره، ثانیاً ایجاد کینه و دشمنی میان برنده بازنده میکنه. خدا گفته آقا نمیدونم زنا و روابط نامشروع جنسی حرامه. آخه چرا حرامه؟ حکمت و فلسفه چیه؟ میگم اولا بنیان خانواده رو متزلزل میکنه، ثانیاً سلامت خانواده رو به خطر میندازه، سلامت افراد جامعه رو به خطر میذاره. ممکن است شما بپرسن چرا شرط بندی حرامه؟ میگم حکمت حرام بودن شرط بندی چیه؟ میگم چون زیان روحی و اجتماعی داره. این حکمتاشو توی متن درس گفته، بچه‌ها دقت کنید. ممکنه ما حکمتشو ندونیم، ممکنه واسه یه قدرشو بدونیم. اگر تحقیق کنیم به حکمت احکام خدا پی ببریم خوبه،
ولی نباید این تحقیق مختصر و علم ناچیز خودمون رو مبنای تصمیم گیری در برابر دستورات خدا قرار بدیم که بر مبنای علم بی‌نهایت خدا قرار داده شده. نکته بعدی، بچه‌ها نگاه کنید، خداوند به عنوان پیشگیری تابلوهای خطر رو بالا برده، گفته این کارا حرومه، این کارا نکنید. نصیحتگری کرده خدا، پیشگیرانه عمل کرده. حالا ممکنه یه سریایی که به نفعشون نیست بگن چرا تو اسلام همه چی حرومه؟ یعنی اونایی که به نفعشون بود این کار حروم رواج پیدا کنه اعتراض میکنن. اما خداوند به دوست داشتن نداشتن بعضی از افراد کاری نداره و به مصلحت ما حکم میکنه. اون چیزی که به صلاح ماست اتفاق میفته. آیه قرآن چی میگه؟ بسا چیزی را به نفع خود میپندارید و دوست میدارید اما به ضرر شماست، و بسا چیزی را خوش نمیدارید اما به نفع شماست، و خدا میدونه و شما نمیدونید، و خدا میدونه و شما نمیدونید. علم خدا و جهل انسان رو مطرح میکنه. نکته بعدی، ممکنه اسلام، درسته که ما در نظر بگیریم بگیم آقا اسلام یک دینی است که پویایی داره، در همه زمانها میتونه جواب سوالای ما رو بده، ولی اگر یه جامعه رفت به سمت انحراف، که اون موقع دیگه اسلام خودش اونجوری هماهنگ نمیکنه. اگر جامعه منحرف شد، خداوند کاری که انجام میده میاد و انحرافات رو میزنه کنار. به پیغمبراش در طول تاریخ گفته مبارزه و ایستادگی کنید درباره مشکلات، درباره اشتباهات مردم، و اونها رو نپذیرفته. رایج بودن یه گناه دلیل نمیشه خدا کوتاه بیاد. مثل داستان شراب و قمار که وقتی مردم از پیامبر پرسیدند یسالونک عن الخمر و المیسر، از پیامبر پرسیدند که آیا حرام شده، پیامبر فرمود قل فیهما اسم کبیر، این گناهی بزرگه و اسمهما اکبر من نفعهما، گناهش از منفعتش بیشتره. یعنی مصلحت اندیشی کرد، مسلمانان پذیرفتن، اونایی که به این کار یعنی شراب و قمار به این شغل مشغول بودن از منفعتشون صرف نظر کردن، ولی در دربار بنی امیه بنی عباس دوباره رایج شد. بعضی از مردم هم دوچارش شدن ولی عموم مردم زشتی این دو عمل رو فراموش نکردن. همچنین روابط نامشروع که در موردش توضیح دادم و آیه میفرماد لا تقربوا الزنا، نزدیک نشید اصلا به زنا، انه کان فاحشة و ساء سبیلا، عملی بسیار زشته و راهی ناپسنده. بچه‌ها زندگی امروز ما با احکام و دستورات خدا تعارض داره بعضی موقع‌ها. یعنی احکام خدا نیست که قوانین ما رو تعیین کرده، قوانین ما بعضی موقع در تقابل قرار میگیره. این کار رعایت قوانین خدا رو تا حدودی سخت کرده، دشواری داره. اما از آنجا که ما ایمان داریم به دستورات خدا، با اعتماد به نفس وارد میشیم، توکل میکنیم بر خدا، دیگران هم نسبت به این امر آگاه میکنیم و از اسلام در صحنه عمل دفاع میکنیم. ما در 3 عرصه باید حواسمون به احکام باشه: فرهنگ و ارتباطات و رسانه، دوم ورزش و بازی، سوم موضوع اقتصاد. در فرهنگ و ارتباطات باید بدونیم فرهنگ روح جامعه است، هویت و شخصیت جامعه به همون فرهنگشه. معیارهای اصلی ارزشمندی فرهنگ رو بشناسیم که مطرح خواهم کرد، معیارهای دیگرش هم بشناسیم باید مطرح بکنیم، و احکام دستورات خدا باید یه جوری باشه که این معیارهای فرهنگی رو رشد بده. مثلا تولید بچه‌ها فیلم سینمایی، تلویزیونی، وسایل ارتباطی، اینجور چیزها به طور کلی اگر برای به منظور گسترش معارف اسلامی، مبارزه با تهاجم فرهنگی و مبارزه با فساد اخلاقی باشه، واجب کفاییه، عمل صالحه و پاداش اخروی بزرگ داره. آقا واجب چیه؟ کفایی. چی هست واجب کفایی؟ عملی که در درجه اول همه ما واجب انجام بدیم، اما اگر یه عده انجام دادن به حد کفایت، از عهده بقیه برداشته میشه. بچه‌ها واجب کفایی در درجه اول به همه واجبه، به حد کفایت انجام میشه از بقیه برداشته میشه. از جمله ساخت فیلم اگر به حد کفایت برای مبارزه با تهاجم فرهنگی ساخته شده، از بقیه دیگه برداشته میشه. بچه‌ها یه اصطلاحی باید بلد باشید. تعریف اصطلاح حق نشر یا کپی رایت یا حق تکثیر مجموعه‌ای از حقوقه که به پدید آورنده یک اثر تعلق میگیره. از جمله این حقوق اینه که لطف کنه اون شخص پدید آورنده باید اجازه بده که ما ازش تکثیر کنیم. هر نوع تکثیر و استفاده بدون اجازه صاحب اثر حرامه، استفاده ازش هم حرامه. بچه‌ها پایگاه اینترنتی، سایت، شبکه‌های اجتماعی، اینا برای جلوگیری از نفوذ رسانه دشمن باید انجام بشه. بر دولت واجبه زیرساختش رو فراهم کنه، بر مردم واجبه از این فضا بهره ببرن. البته حواسمون باشه که کشورهای بیگانه سعی میکنن از این طریق بر ما سلطه رسانه ایجاد بکنن، از طریق به دست آوردن اطلاعات محرمانه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و بعد اونا رو تجزیه و تحلیل میکنن، علیه ما استفاده میکنن.
بچه‌ها فراهم کردن امکانات چنین مسائل فرهنگی رسانه‌ای در واقع الزامی و لازم هست. میریم تو بحث موضوع ورزش و بازی. خب ورزش و بازی برای سلامت و تندرستیه، چیز مشخصیه. باید دور بشیم از خطرات و حتما باید بدنی قوی داشته باشیم. در این زمینه شجاعت و دلاوری پیامبر و حضرت علی رو اسوه و الگو قرار بدیم برای اینکه در مقابل دشمن پیروزمندانه بتونیم عمل کنیم. امکانات ورزش و بازی اگر برای دور شدن مردم از فساد و بی‌بندوباری ضروری باشه، واجب کفاییه. فراهم کردن امکانات ورزش و بازی در این صورت واجب کفاییه. شرط بندی بچه‌ها حتی در بازی معمولی هم حرامه. گفتیم زیان روحی و اجتماعی داره. حواستون به این احکامی که تهش میگه مستحب، واجب، حرام، واجب کفایی، حل و جایز باشه. مثلا اگه از من بپرسه موسیقی انواع و اقسامش سنتی سنتی، نه، موسیقی انواع و اقسامش مثل موسیقی کلاسیک، غیر کلاسیک، مدرن، هر چی باشه حلال و جایزه. اگر موسیقی با این کلید واژه باشه، مطرب باشه، مناسب مجلس لهو و گناه باشه، لهوی بهش میگن اصطلاحاً. خب موسیقی باشه که تحریک کنه، شهوت رو بیدار کنه، اینا میشه حرام. و لوهای فشرده هم به همین صورت اگر چنین محتوایی داشته باشه حروم. جشن‌های عروسی حلال و جایزه، جشن شادی. اگر برای تقویت صله رحم یا برای داستان در واقع تقویت دین باشه، مستحب و پاداش اخروی هم داره. فقط باید پوشش خانم‌ها توش رعایت بشه اگر مجلس مختلط هست. دسته آخر احکام بحث اقتصاد. ما الان در جامعه‌ای هستیم که اقتصادش مبتنی بر 3 چیزه: تولید انبوه کالا، مصرف فراوان که بهش میگن مصرف زدگی، و توجه بیش از حد به رفاه. چنین فضایی در تمدن غرب هست، بر ما هم وجود داره. ما باید اهدافی رو رعایت بکنیم تا بتونیم در واقع جامعه اقتصادی خوبی داشته باشیم. اول عدالت اقتصادی رعایت کنیم و از تبعیض بپرهیزیم. ثانیاً به دنبال آبادانی و عمران باشیم، از تجمل و اسراف و اشرافیگری بپرهیزیم. و دیگه به چی بپردازیم؟ لطف کنیم به سمت استقلال بریم و از نفوذ و سلطه بیگانگان دوری کنیم. اقتصادمون رو باید یه جوری تنظیم کنیم که بچه‌ها به سمت امور حلال بره. مال حلال، کسب و کار حلال هم رو تربیت فرزند به تاثیر مثبت داره، هم رو اقتصاد جامعه. در این راستا برای کسب مال حلال باید لطف کنیم و بریم احکام تجارت رو بیاموزیم. امام علی السلام فرموده یا معشر التجار، ای تاجرها، ای تاجرها، ای بازرگانا، الفقه ثم المتجر. اول آموختن احکام تجارت، بعد تجارت کردن. این لازمه. و بعد باید احکام تجارت به طوری تنظیم بشه که نتونن بیگانگان ما رو تحت سلطه، نفوذ، کنترل و تحت فشار قرار بدن. واجب بر دولت روابط طوری برقرار کنه که چنین شرایط خطرناکی بر اون به وجود نیاد. اگر احیانا وابستگی ایجاد بکنه خریدن یک کالای خارجی، اگر خرید کالای خارجی وابستگی ایجاد بکنه، خریدن آن حرام میشه، یعنی نخریدنش واجب میشه. ما فروشنده ها وظیفه داریم کالای خوب به مردم عرضه کنیم، یعنی کالای مرغوب. ما خریدارها وظیفه داریم کالای ایرانی بخریم. هر نوع تجارتی هم به نفع رژیم صهیونیستی باشه حرامه. خرید، فروش، تجارت، تبلیغ و هر چیزی توی این مایه ها. بریم سراغ سوالات. اولین سوال گفته تعریف حکمت احکام الهی رو بیان کنید. میگم هر یک از احکام الهی دلایل خاص خود را دارند که به آنها حکمت دستور الهی گفته می شود. مثالش هم زدم، حکمت حرام بودن شراب و قمار و شرط بندی و اینا. خداوند در آیه مبارکه ولا تقربوا الزنا، نزدیک نشید به زنا، پیشگیری کنید، انه کان فاحشة، کار بسیار زشته، و ساء سبیلا، کدام راه را ناپسند معرفی کنند. ساء سبیلا چیه؟ این کاره. می‌نویسم روابط نامشروع جنسی و خارج از چارچوب خانواده. حالا پرسیده چرا این کار حرام، راهی ناپسنده؟ می‌نویسم زیرا موقعیت خانواده را به خطر می‌اندازد. اولا خطرناکه و روح و روان افراد را به خطر می‌اندازد. اینجوری باید بگم که زیرا موقعیت خانواده را چیکار میکنه بچه‌ها؟ متزلزل میکنه. موقعیت خانواده را
موقعیت خانواده را متزلزل میسازد و روح و روان فرد را پژمرده میکنه، به خطر میزه. خب به کارگیری آلات موسیقی برای نواختن موسیقی غیر لهوی. اگه لهوی بود اشکال داشت، حالا که غیر لهویه باید میگفت اشکال ندارد دیگه، پس این جمله نادرست بود. خودداری از اموری که سبب ناپاک شدن روزی ما میشن چه آثاری بر زندگی ما دارن؟ بچه‌ها نگاه کنید، یعنی کسب روزی حلال. در واقع اگر من خودداری کنم از عوامل ناپاکی روزی، یعنی کسب روزی حلال کسب کنم، درسته؟ کسب روزی حلال موجب اثر مثبت در تربیت فرزندان و کمک به اقتصاد کشور می شود. دو تا فایده داشت، تربیت فرزند و اقتصاد کشور رو کمک میکنه. هدف احکام قوانین اسلام چیست بچه ها؟ هم رستگاری دنیا هم اخروی. پس می نویسم تأمین در واقع لذت دنیا و رستگاری ابدی و اخروی، هر دوتا رو میخواد تأمین کنه. سوال بعد، هر نوع تجارتی به نفع دولت غاصب صهیونیستی باشد کلاً حرام است. خرید فروش تجارت یا هر ترویجی چیزی حرامه. این جمله درست بود کاملا. ارتباط موارد راست و چپ. یک، تلاش برای پیشرفت علمی، صنعتی و افزایش تولید ملی. تلاش برای علم واجبه بچه‌ها. حتی تو درس بعدی هم یه حدیث داریم میگه طلب علم بر هر مرد و زن واجب است. دو، فراهم کردن امکانات ورزشی برای دور شدن افراد جامعه از فساد و بی‌بندوباری چه حکمی داره؟ بچه‌ها گفتم برای دور شدن از فساد اگر ضروری باشه میشه واجب کفایی، یعنی حتما همه باید لطف کنن، تلاش کنن. اگر یه عده‌ای تلاش کردن دیگه از عهده بقیه به حد کفایت باشه برداشته میشه. استفاده از موسیقی غیر سنتی و مدرن، هر نوع موسیقی میخواد باشه فرق نمیکنه، جایز و حلاله. شرکت در مجلس شادی به نیت تقویت صله رحم یا تبلیغ دین باشه مستحبه. بچه یه نکته بگم، تو احکام این درس که معمولا یه دونه از اینا توی امتحان نهایی میبینید، همیشه کلمه مکروه کلمه اضافی است. خب شماره 1 شد پس مربوط به ب، شماره 2 شد مربوط به س، شماره 3 مربوط شد به الف و شماره 4 هم مربوط شد به مورد پ. پس مورد ت فقط اضافه بود. معیارهای تشخیص ارزشمندی یک هدف را نام ببرید. بچه دو دسته معیار داره. یه سری معیارها معیارهای اصلی هن که نشون میدن فرهنگ جامعه خیلی خوبه. اونم چیه؟ ایمان به خدا، یکتاپرستی، یعنی همون توحید خودمون، و فرستادگان و پیامبران الهی، یعنی همون نبوت، و یکی هم چیه؟ زندگی در سرای آخرت، یعنی هم معادو داره میگه، همون توحید و معاد و نبوت. خلاصش رو خواستی تو امتحان یادتون بیاد، توحید و معاد و نبوت. اما معیارهای غیر اصلی که معیارهای دیگر اسمشو میذارم، خب چیزهایی مثل توجه به علم، خردورزی، عدالت و چیزهای از این قبیل، اینا معیارهای دیگری هستن که نشون دهنده ارزشمندی یک فرهنگه. فرهنگ و تمدن امروزی بر اساس دستورات الهی شکل نگرفته و بسیاری از عادتهای آن با دستورات دینی در تعارض است. درست کاملا. این تعارضه باعث شده دستورات دین سخت بشه اجراش. سوال بعد، هر مسلمانی خوب است بکوشد بدنی قوی داشته باشد تا در زندگی از سلامت برخورده باشد و هنگام مقابله، هنگام جهاد و مبارزه با دشمنان دین بتونه پیروزمندانه عمل بکنه. زیانهای ارتباط جنسی خارج از چارچوب خانواده چیا بود؟ بچه‌ها، یک، اولا تزلزل یا متزلزل ساختن بنیان خانواده. دو، خطر برای سلامت جسم و روح بشر که بحث داستان نتایج زنا رو داره میگه. چرا هدف بزرگ در رسیدن به سعادت اخروی با یک زندگی غیر مسئوله و بدون برنامه سازگار نیست؟ بچه‌ها گفتیم که هر کدوم از دستورات خدا باعث سعادت اخروی میشن، بلکه رسیدن به هدف بزرگ سعادت اخروی با زندگی جدی و عزم قوی سازگاره. می‌نویسم زیرا میان رستگاری و سعادت اخروی با عمل به احکام خدا تناسب و
هماهنگی برقرار است. خب اینو اگر دونستیم دیگه چی؟ دیگه اینکه این هدف بزرگ و این هدف بزرگ، یعنی رستگاری اخروی رو داره میگه ها بچه‌ها نکنین. این هدف بزرگ جز با چی به دست نمیاد؟ زندگی جدی و عزم قوی و استوار میسر نمی شود. خب اگر اینم متوجه شدین بریم سراغ درستی نادرستی. شرط بندی از امور زیان‌آور روحی و اجتماعی کاملا درسته، حتی در بازی معمولی هم حرامه، کاملا درسته. زیان روحی اجتماعی داره و حرامه کلا درسته. سوال بعد، دین اسلام از مسلمانان میخواهد برای چی و چی خود بکوشن و از هر کاری که اونا رو به خطر میاندازه دوری کنن. خب برای سلامتی و تندرستی خود بکوشن دیگه. ورزش رو برای سلامت و تندرستی میخواد. خب 4 مورد از راهکارهایی رو که بتونیم به اقتصاد و فرهنگ کشور خود کمک کنیم و بنویسیم. اولا باید لطف کنیم، همون یکیش کسب روزی حلال میشه. من موردی نام میبرم. شماره 2 آگاهی از احکام تجارت قبل از ورود به آن. باید لطف کنیم قبلش این احکام بدونیم. 3 عدم آلودگی یا آلوده نشدن بانک ها به ربا و صرف ثروت در خدمت تولید. 4 در نظر داشتن 3 هدف زیر. چه هدفهایی؟ در نظر داشتن این 3 هدف: 1 موضوع عدالت و دوری از تبعیض. 2 حفظ استقلال رو حفظ کنیم، چیو بگیریم جلوشو، و دوری از نفوذ بیگانگان، نفوذ و سلطه بیگانگان نباشه. و 3 هدفی که باید دنبال کنیم آبادانی و عمران. خب در ضمنش باید از چی دوری کنیم؟ و دوری از تجملگرایی و اشرافیگری. اینا رو باید مد نظر قرار بدیم تا سیستم اقتصادیمون سیستم اقتصادی خوبی بشه. و موارد دیگه هم هست، اینکه از خرید کالایی که خارجی هست و ما رو وابسته میکنه واجب دوری بکنیم. موارد دیگه از جمله ای که حتما حواسمون باشه کالای ایرانی بخریم، کالای مرغوب دست مردم بدیم و علاوه بر اون مراقب باشیم دشمنان ما رو تحت فشار، تحت سلطه قرار ندن و روابط تجاری رو با کشور بیگانه درست دولت تنظیم کنه. خب تنها شیوه مطمئن و قابل اعتمادی که پیش روی هر انسان خردمنده علم و دانش نیست بچه‌ها. چیه؟ زندگی دینیه. زندگی دینی تنها شیوه مطمئنه. پس این جمله نادرست بود. هر کس نگران عاقبت کار خود است به روشنی در میابد که تکیه بر خدا و اعتماد به دستورات او هر گونه نگرانی را نسبت به آینده از بین میبره. هر انسان خردمند و عاقبت اندیش باید به زندگی دینی تکیه کنه. 2 مورد از انحراف‌های عصر حاضر را که میان مردم عرب قبل از اسلام نیز رایج بوده را نام ببرید. انحراف‌های عصر در واقع مردم عرب اونجا چه زمانی بوده؟ میگم اولا خوردن شراب، 2 قماربازی، 3 موضوع روابط نامشروع جنسی. اینا مواردی که قبلا بوده امروز هم ممکنه تو بعضی از جوامع رایج شده باشه. قابل انطباق بودن احکام اسلام در هر دوره به چه معنا است؟ میگم به این معناست، به یه معنا است، به یه معنا هم نیست. به این معناست که دانشمندان و فقیهان در هر دوره می توانند احکام الهی را متناسب با شرایط زمانه چیکار کنن بچه‌ها؟ استخراج کنن، استنباط کنن. پارسال بهش میگفتی تفقه کنن. خب به چه معنا نیست؟ اما به این معنا نیست که اگر اسلام، که اگر جوامع گرفتار انحراف شدند و خواسته های مخالف سعادت خودشون پیدا کردن، اسلام آنها را بپذیرد و کوتاه بیاید. اسلام در عین حال نمیپذیره، کوتاه نمیاد و اینجوری نیست که این انطباق اسلام حساب بشه، بلکه در برابر آنها چی کار میکنه؟ بلکه در برابر آنها مبارزه
و ایستادگی کرده. پیغمبران خدا هم این کار رو در طول قرنهای متمادی انجام دادن و در مقابل انحرافات ایستادن. سوال بعد، بنابر سفارش حضرت علیه السلام یا معشر تجار، ای تاجرا ای تاجرا، الفقه ثم المتجر، موظف به چه تکلیفی میشویم؟ اول فقه بعد تجارت کردن. پس می نویسم آشنایی با احکام تجارت قبل از ورود به عرصه تجارت. باید لطف کنی اول فقه رو یاد بگیری، احکامش یاد بگیری، بعد وارد داستان بشی تا گرفتار کسب حرام نگردیم. فرهنگ چیه معنوی حاکم بر جامعه است؟ بچه‌ها روح معنوی حاکم بر جامعه است و نشان دهنده هویت و چیه جامعه است؟ نشان دهنده هویت و شخصیت جامعه است. ممکنه سوال پاسخ کوتاه بیاد، هویت جامعه به چیشه؟ به فرهنگشه. روح جامعه به چیشه؟ به فرهنگشه. سوال بعد، احکام موارد زیر رو مشخص کنیم. الف، تولید توزیع مجلات روزنامه به منظور گسترش فرهنگ اسلامی، تهاجم فرهنگی، مبارزه با تهاجم فرهنگی و ابتذال اخلاقی. بچه‌ها این واجبات کفاییه، واجب کفاییه، توضیحش هم ادامه دادم. به ایجاد شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی برای مقابله با ابتذال اخلاقی بچه‌ها مستحبه، در مواردی واجبه. کیا واجبه؟ اونایی که توانایی علمی، فنی و مالیش رو دارن واجب این کار رو مبادرت ورزن. میگه سوال بعدی، باید مسئولین کشور در مدیریت اقتصاد چه اهدافی رو دنبال کنن؟ بچه‌ها 3 هدف رو باید لطف کنن دنبال بکنن. اولین هدف بچه‌ها استقلال اقتصادیه. خب ضدش هم باید بلد باشی. استقلال اقتصادی یعنی دوری از چی؟ دوری از نفوذ بیگانگان. خب دومی چی؟ دومی عدالت و برابریه. خب ضدش چی میشه؟ ضدش میشه اختلاف طبقاتی و دوری از اختلاف طبقاتی. سومین هدفی که باید دنبال کنن عمران و آبادانی کشوره. خب ضدش ممکنه چی بشه؟ باید چی دوری کنن؟ دوری از تجمل و اشرافیگری. و اما بریم سراغ سوال بعدی. به فرموده پیامبر خدا عبادت چند جز داره؟ عبادت 10 جز داره که 9 جز آن کسب و کار حلال است. 90% عبادت کسب و کار حلال است. 9 عبادت کسب و کار حلال. این بار ممکنه توی سوالی بچه جای خالی بیاد. سوال بعد، عمل به فرمانهای خدا با اعتماد به نفس و توکل بر او چه نتایجی دارد؟ از آنجا که ایمان داریم این فرمانها دستور خداست، با اعتماد به نفس و توکل بر خدا وارد میشیم، دیگران را به فرمانهای خدا آگاه میکنیم و در عرصه عمل از دین دفاع میکنیم. اینم از چیزی که نتایج اعتماد به نفس و توکل بر خدا. سوال بعدی، هر قدر زندگی پیچیده تر شود و خواسته های جدید پدید آید، نگاه کنید، هر قدر زندگی پیچیده تر شود و خواسته های جدیدی پدید آید، فقها و مجتهدین یا همان دانشمندان اسلامی میتونن احکام الهی رو متناسب با آن شرایط استخراج کنن. یعنی چی؟ یعنی استنباط کنن، تفقه کنن و این نشان دهنده تطبیق اسلام با زمانهای مختلفه. قوت یافتن بدن با ورزش چه زمانی ارزشمنده؟ زمانی که زور بازو، قوت زانو سبب چی بشه؟ سبب تواضع شه. زمانی که توانایی جسمی سبب تواضع و فروتنی افراد شود، نه چی؟ نه موجب چی بشه؟ اینکه فخر فروشی بشه. نه فخر فروشی، این بده. فخر فروشی بده، تواضع و فروتنی خیلی نتیجه خوبیه که از ورزش نصیبمون بشه. سوال بعد، پیامبر دعوت خدا در جامعه آغاز کرد. بریم سراغ نکات درس نهم. بچه‌ها درس نهم پایه‌های استوار مربوط به 6 معیار تمدن اسلامی است. اولا باید بدونیم معیارهای تمدن اسلامی که پیامبر لطف کرد از شهر مکه رسالتش آغاز کرد در مدینه پایه‌های تمدن اسلامی رو بنا نهاد 6 تاست. اولیش توحید محوری، آیش اینه من آمن بالله. پیامبر فرمود بگویید معبودی جز الله نیست تا رستگار شوید.
ابتدای دعوت خودش رو با یکتاپرستی آغاز کرد. دوم، معاد باوری، یعنی افق انسانها رو، افق نگاه انسانها رو از محدوده دنیا فراتر برد و اونها رو به آخرت متوجه کرد. آیش والیوم الاخر فلهم اجرهم، آخرت، اجر، اینجور چیزها توشه. سومی، پذیرش ولایت الهی و نفی حاکمیت طاغوت. آیش یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی در جامعه فرمانها و دستورات خدا برقرار باشه و طاغوت و ستمگران فرمانشون نباشه. البته بنی عباس از این سیره خارج شدن و بر سر امیال خود حکومت میکردن. چهارم، عدالت اجتماعی و رفع تبعیضها. پیامبر به دنبال جامعه عدالت محور بود با دو ویژگی: یک، همه انسان ها بتونن رشد و تعالی برسن در جامعه و محدود و منحصر به طبقه خاصی نباشه. دوم، مظلوم به آسونی بتونه حق خودشو از ظالم بستاند. در این راستا هر تلاشی میکرد، از جمله مردم میفرمود برترین جهاد سخن حقی است که انسان در مقابل سلطان ستمگر بگه. این میشه عدالت اجتماعی. این بیانات قرآن و فضایی که پیامبر ایجاد کرد باعث شد ارزشمندی مساوات و برابری ایجاد بشه و بی‌توجهی به محرومان و فقر یک چیز بد حساب بشه. همچنین باید توجه داشته باشیم که قرآن در مورد نمازگزاران میفرماید که اینا حق معینی در اموال خود برای محرومین قرار میدن، اما در مورد تکذیب کنندگان میگه اینها افرادی هستند که یتیم از خود میرونن، به اطعام مساکین تشویق نمی کنند. تو داستان بحث عدالت اجتماعی داستان زهرة بن عبدالله با رستم فرخزاد رو داریم که زهرة بن عبدالله فرمانده سپاه مسلمان‌ها بود، رستم فرخزاد فرمانده سپاه ایرانی ها بود. در ایران عصر ساسانی اختلاف طبقاتی وجود داشت، ولی زهره گفت ما از یه پدر مادر آفریده شدیم و همه طبقات با هم برابر و برادرند. معیار پنجم، احیای جایگاه خانواده و منزلت زنه. پیامبر در جامعه زندگی میکرد که زن درش جایگاه پایینی داشت، به این دلیل که زن همچون کالایی شناخته میشد و حق مالکیت و هیچ کدوم حقوق استقلالی نداشت و همچنین باعث حرمتی و بی‌توجهی به او بودن. وقتی یک نفر بچه دار میشد عصبانی میشد از اینکه فرزند دختر به دنیا آورده. پیامبر با گفتار و رفتار خود انقلابی عظیم در احیای جایگاه خانواده و منزلت زن پدید آورد. از جمله پیامبر میفرمود زنان دختران چه فرزندان خوبی هستند، انسگیرنده، ریزبین، هنرمند و ویژگی از این قبیل. از جمله پیامبر وقتی شخصی دختر دار میشد این جمله رو میفهمید چه فرزندان خوبی هستند دختران. از جمله پیامبر موقعی که میخواست در واقع مردی رو نصیحت کنه میگفت هیچ مردی نیست که زنی از محارم خود رو شاد کنه در حالی که خداوند هم او رو در قیامت شاد میکنه. رفتارش با دخترش برای جامعه ما امروز بسیار ارزشمند و آموزنده است. زنان در واقع عصر پیامبر یعنی حضرت خدیجه، حضرت فاطمه و حضرت زینب سلام الله علیها از خاندان اهل بیت کلا نقش قابل توجهی داشتن و الگوی تمام عیار عفت و حیا و درستکاری بودن تا به ما بیاموزند که توجه به منزلت زن به معنی نگاه ابزاری و استفاده از بی‌مندوباری نیست. آیت چیه؟ و من آیات این خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة. این مال معیار خانواده است. آخرین معیار، ششمین معیار تمدن اسلامی، عقلگرایی و علم آموزی. پیامبر در جامعه جاهلی در واقع زندگی میکرد که سرشار از خرافه و جهل بود. شعر میسرودند برای امور خرافی و مظاهر شرک و جهل در اونها بسیار زیاد بود. پیامبر با تشویق دائمی خودش و اینکه قرآن کریم لطف کرد مکرراً به تعقل، تفکر، دانایی امر کرد، باعث شد که در جامعه اون روز سد جاهلیت و خرافه‌گرایی بشکنه و یکی از جاهل‌ترین جوامع امروز مشتاق علم بشه. اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد و آغازگر رسالت او بود در مورد دانش و آموختن بود. پیامبر اومد جامعه جاهلی رو متحول کنه و زندگی رو به سوی مبتنی بر تفکر و علم سوق بده. باید دقت کنیم که پیامبر در این زمینه فرمود طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. آیه چیه؟ قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا دانا با نادان برابره؟ نه. انما یتذکر اولو الالباب. فقط پند میگیرن خردمندان. توجه به معیار علم بچه‌ها باعث شد مسلمانان روزافزون شوق و علاقه به علم داشته باشن، در کنار هر مسجدی مدرسه بسازن. دانشمندانی مثل ابن سینا و ملا صدرابطالیبی ازشون در کتاب نقل شده و وضع بهداشت و درمان مسلمانان بسیار نسبت به تمدن‌های دیگه پیشرفته بود و تحصیل علم به قشر خاصی اختصاص نداشت. برم با توجه به این توضیحات کلی که گفتم سراغ جزئیات مطالب. سوال ببینید. گفته چی؟
گفته پیامبر دعوت خدا در جامعه آغاز کرد که سرشار از خردورزی بود. خب این عبارت کاملا غلطه. سرشار از چی بود؟ سرشار از جهل و خرافه بود. بسیار. سوال بعدی، بهترین زنان مطابق سخن پیامبر چه کسانی هستند؟ میگه 4 تنند. 4 زنی که برترین زنان جهانند کیان؟ 1 حضرت فاطمه، 2 حضرت خدیجه، 3 حضرت مریم و 4 حضرت آسیه. حالا ترتیبش خیلی مهم نیست، سلام الله علیهم اجمعین. که آسیه بدونید همسر فرعون بود، زن خوبی بود. مریم مادر از عیسی، خدیجه همسر پیامبر، فاطمه هم که دختر پیامبر صلی الله بود. سوال بعد، عبارت قرآنی زیر به کدام یکی از معیارهای تمدن اسلامی اشاره داره؟ بچه‌ها من آمن بالله و الیوم الاخر خودش 2 تا معیاره، میشه توحید محوری یا همون یکتا پرستی، و آمن بالله و الیوم الاخر چی میشه؟ میشه معاد باوری یا همون آخرت گرایی. قسمت ب، و من آیات یعنی خلق لکم من انفسکم ازواجا، زوج آفرید، یعنی زن هم نوع مرد، زوج لتسکنوا تا باش آروم بشی. این میشه احیای منزلت خانواده و جایگاه زن در این زمینه پیامبر تلاش کرد. سوال بعد، ملا صدرا فیلسوف بزرگ اسلامی در مورد هماهنگی چی و چی حرف میزنه؟ بچه‌ها در مورد هماهنگی میان دین و تفکر عقلی صحبت میکنه. یعنی دین تشویق کرده به تفکر عقلی و تفکر عقلی و فلسفی هم دین رو اثبات میکنه. خب سوال بعد، جایگاه و حقوق کشاورز و پیشه‌ور در جامعه ایران قبل از ورود اسلام چگونه بود؟ شرح دهید. خب آقای رستم فرخزاد یه حرفی زد. رستم فرخزاد گفت از زمان اردشیر چجوریه؟ کشاورز و پیشه‌ور حق ندارد به طبقات بالاتر رود. چرا حق ندارد به طبقات بالاتر و اعیان و اشراف قرار گیرد؟ یعنی اینجوری بگم، حق ندارد در طبقات بالاتر و در سیستم اعیان و اشراف قرار گیرد. میگم چرا؟ میگم زیرا اتفاقی که میفته چیه؟ زیرا با آنها به ستیز برخواهند خواست. یعنی همون اختلاف طبقاتی اتفاق میفته، برخواهند خواست، بلند میشن به در واقع جنگ با اشراف. سوال بعد، از برنامه‌های مهم پیامبر صلی الله ارتقای جایگاه خانواده به عنوان کانون رشد و مانع اصلی فساد و تباهی بود. کاملا درسته. یکی از برنامه‌های مهم پیامبر این بود که خانواده رو پررنگ کنه به عنوان کانون رشد و مانع اصلی فساد و تباهی. سوال بعد گفته نظر ملا صدرا فیلسوف بزرگ اسلامی در مورد هماهنگی چی بود؟ دین و تفکر عقلی و فلسفی رو بنویسید. میگه این دین بر حق الهی متناسب با چیه؟ متناسب با استدلال عقلی و یقینی است. یعنی دین عقل رو تایید میکنه. بعد میگه نیست باد فلسفه‌ای که قوانینش با دین اسلام مطابقت نداشته باشد. بچه‌ها اینم یعنی فلسفه و تفکر فلسفی اسلام و دین اسلام رو چیکار میکنه؟ تأیید میکنه. هر دو هم دیگه رو به طور 2 طرفه و رابطه 2 سویه تایید میکنن. سوال بعد، مقام الگویی خانواده پیامبر اکرم صلی الله در مورد احیای منزلت زن توصیف کنید. بچه‌ها میگه خانواده پیامبر الگوی تمام عیار عفت و پاکدامنی و حیا بودند تا به مردم بیاموزند که توجه به منزلت زن به معنای بیبندوباری و نگاه ابزاری به او نیست. یه چنین مقام الگویی رو برای اهل بیت باید متصور باشیم.
گفته هر یکی از احادیث زیر به کدام یکی از معیارهای تمدن اسلامی اشاره دارد؟ الف، برترین جهاد سخن حقی است که انسان در مقابل سلطان ستمگر به زبان بیاره. خب بچه‌ها، سخن حق گفتن در برابر ستمگر میشه عدالت اجتماعی. پس این میشه عدالت اجتماعی. ضدش چیه؟ و رفع تبعیض‌ها اصطلاحاً. خب سوال ب، طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. چه موضوعیه؟ علم آموزی و عقل گرایی رو داره مطرح میکنه طبعا. خب سوال بعد، ویژگی های جامعه عدالت محور پیامبر اکرم صلی الله چیه؟ ببین دو تا ویژگی باید داشته باشه. یک، مظلوم به آسانی بتواند حق خود را از ظالم بستاند. دو، امکان رشد و تعالی برای همه انسان ها فراهم باشد. خیلی خوب، بریم سراغ سوال بعد. گفته آیه مبارکه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون بیانگر کدام یک از معیارهای تمدن اسلامی است؟ آیا مساوی اند دانایان با نادانان؟ خب مساوی نیستن. پس این بیانگر علم میشه علم آموزی و عقل گرایی. توجه به علم و عقل و خرد ورزی، هرچی تو این مایه ها باشه پاسخ صحیحه. خب جامعه‌ای که جای خالی به آسانی حق خود رو از جای خالی بستند بر محور عدالت استوار است. جامعه‌ای که مظلوم به آسانی بتونه حقشو از ظالم بستانه، این میشه چی؟ جامعه عدالت محور. خب سوال بعد، شکستن سد جاهلیت و خرافه‌گرایی توسط رسول خدا بیانگر کدام که از معیارهای تمدن اسلامی است؟ چی باعث شد سد جاهلیت و خرافه‌گرایی بشکنه؟ بچه‌ها اون چه که باعث این شد 3 عامل بود. یک، نزول تدریجی قرآن. میدونید دیگه نزول تدریجی قرآن 23 سال طول کشیده. خب 2، دعوت مکرر این کتاب قرآن به خردورزی و دانش. 3، تشویق‌های دائمی پیامبر به تفکر و علم آموزی. باعث چی شد؟ باعث شد سد جاهلیت و خرافه‌گرایی شکست و یکی از جاهل‌ترین جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت. سوال بعد، از زنان خانواده پیامبر اکرم صلی الله حضرت خدیجه و حضرت زینب چه نقشی در تمدن اسلامی داشتن؟ حضرت خدیجه می‌نویسم یاری پیامبر در دوران بسیار سخت ابتدای بعثت، اون اوایل کار خیلی به پیامبر حضرت خدیجه کمک کرد. و حضرت زینب چطور؟ می‌نویسم یاری پدر یعنی حضرت علی و پیام رسان در واقع برادرش، یاری پدر و برادر و پیام رسان نهضت عاشورا بود حضرت زینب. پس زنان نقش بالایی داشتن. پیام رسان نهضت عاشورا، اینم ابتدای بعثت. خب اینم از این. یکی از جنبه‌های عدالت‌خواهی رسول خدا مبارزه با تبعیض‌های طبقاتی حاکم بر نظام جاهلی بود. بله، پیامبر برای اینکه می‌خواست عدالت‌خواهی انجام بده باید با تبعیض‌ها مقابله می‌کرد. کاملاً درسته. سوال بعد، در جامعه اسلامی چی کانون رشد و فضایل اخلاقی؟ خب خانواده دیگه. خانواده کانون رشد و فضایل اخلاقی است و چیه؟ مودت و رحمته. پس می‌گم رحمت و مودت که همون در واقع تربیت انسان‌های قوی و با انگیزه میشه. سوال بعد، پیامبر گرامی اسلام در کنار دعوت به توحید منکرین را با مفهوم معاد آشنا ساخت. بله، در کنار دعوت به یکتاپرستی معاد رو مطرح کرد. درسته؟ با استدلالایی که آورد. اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد و آغاز رسالت وی بود، آغازگر رسالت و اولین آیات درباره دانش و آموختن بود. اینم از این. بریم سراغ سوال بعد. چرا با حضور اسلام سد جاهلیت و خرافه‌گرایی شکست؟ بچه‌ها یه بار گفتم 3 عامل داشت. یک، اولا موضوع نزول تدریجی قرآن. 2، دعوت مکرر این کتاب به خردورزی و دانش. 3، تشویق‌های دائمی پیامبر به علم آموزی. سوال بعد، پیامبر اکرم صلی الله در کنار دعوت به توحید منکرین را با مفهوم معاد آشنا ساخت. کاملا درسته. سوال بعد، اولین آیات در مورد دانش آموختن بود. سوال بعد، فراهم کردن امکان رشد برای همه انسان‌ها
و مبارزه با تبعیض‌های طبقاتی برگر کدام یک از معیارهای تمدن اسلامی است؟ بچه‌ها امکان رشد و تعالی برای همه باشه و مبارزه با تبعیض طبقاتی باشه. این چی میشه؟ این میشه عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌ها دیگه. معیار عدالت رو داره میگه. سوال بعد، در راستای احیای منزلت زن دو مورد از سخنان رسول خدا رو در مورد منزلت حضرت فاطمه بفرمایید. میگه اولا فاطمه پاره ای از تن من است، هر که او را بیازارد مرا آزرده، هر که مرا بیازارد خدا را آزرده. شماره دو میگه خداوند از خوشنودی فاطمه خوشنود می شود و از خشم فاطمه به خشم می آید. و سومی هم گفته بود زنان برتر عالم 4 تنن، حضرت فاطمه، حضرت خدیجه، حضرت مریم، حضرت آسیه. اینا سخن پیامبر در مورد منزلت فاطمه زهراست. خب بریم سراغ کشف ارتباط. سخن حق در مقابل سلطان ستمگر مربوط به کدام یک از مفاهیم؟ پیامبر فرمود برترین جهاد سخن حقی است که انسان در مقابل سلطان ستمگر بگوید. پس میشه برترین جهاد. جامعه عدالت محور چه ویژگی‌هایی داشت؟ بچه‌ها اولا مظلوم با آسانی بتونه حقش رو از ظالم بستونه و امکان رشد و تعالی برای همه انسان‌ها فراهم باشه و تبعیض و نابرابری نباشه. پس رفع تبعیض‌های طبقاتی حاکم بر نظام جاهلی مرتبط با موضوع عدالت اجتماعی. 3. ارتقای جایگاه خانواده به عنوان کانون رشد و تربیت انسان‌ها مربوط به چه موضوعی؟ خب خانواده عنصر اصلیش که برای اینکه خانواده بشه خانواده اینه که باید احیای منزلت زن صورت می‌گرفت و احیای ارزش‌های اصیل او. 4. اعتقاد به معاد و آخرت. خب این یعنی وقتی آخرت رو میخواد پیامبر تقویت کنه، یعنی نگاه انسانها رو از محدوده زندگی دنیا باید فراتر ببره. پس من یه بار دیگه عرض کنم سخن حق برترین جهاده، جامعه عدالت محور رفع تبعیض‌ها میشه، ارتقای جای خانواده با منزلت زن مرتبطه و همچنین اعتقاد به معاد و آخرت مرتبط با فراتر بردن نگاه انسانها از حیات دنیویه. و مورد آخر هم اضافه بود. خب بریم سراغ مفاهیم مربوط به درس آخر، درس دهم، تمدن جدید و مسئولیت ما. بچه‌ها تمدن جدید اروپا ما باید بدونیم 3 تا تمدن بزرگ داشته. اولی که تمدن اوله از قرن 6 تا 4 قبل از میلاد بوده و در یونان باستان آغاز شده، در روم باستان ادامه پیدا کرده. دوره بت پرستی و عقاید باستانی بوده. دومین تمدن موضوع گسترش مسیحیت و حاکمیت کلیسا بر زندگی فردی اجتماعی مردم بوده، از قرن 4 تا 16 تا 15 یا 16 ادامه داشته. و سومین تمدن اروپا با افول قدرت کلیسا آغاز شد که بهش میگن تمدن جدید و از قرن 16 تا کنون ادامه داره. ما در خدمتتون با این تمدن هستیم. حالا بر چی باید ارزیابیش کنیم؟ با معیارهای الهی اگر ارزیابیش کنیم 2 تا فایده داره. اولا لطف میکنیم ازش تأثیر میپذیریم و بر آن به قدر آگاهی و هوشیاریمون تأثیر میگذاریم. ثانیاً این که از آثار مثبتش برای احیای تمدن اسلامی استفاده میکنیم، از آثار منفیش برای عبرت گرفتن و برنامه‌ریزی درست و کم اشتباه برای ادامه کار. حالا 2 عامل باعث شد تمدن جدید به این شکل بگیره. اول کلیسا و تعالیم تحریف شدهش، ثانیاً آشنایی افراد با تمدن‌های اطراف و همسایه‌شون از جمله تمدن اسلامی. خب چی بود داستان کلیسا؟ ببین همین که در قرون وسطا تمدن دوم قرن 4 تا 16 همین که اروپا از بت پرستی کناره گرفت اومد به سمت مسیحیت، این خودش یه حرکت رو به جلو محسوب میشد. ثمرات آشنایی با مسیحیت چی بود؟ اولا بت پرستی و بتخانه‌ها کنار گذاشته شد، ثانیاً همه افراد موحد شدن، به دین الهی معتقد شدن، کتاب‌هایی در اخلاق و معنویات نگارش یافت، ساختمان‌هایی در زمینه عبودیت و مسیحیت و خداپرستی و چیزهای از این قبیل، آثار هنری. اما یه سری اعتقادات نادرستی بود که علمای مسیحی یعنی همون کشیش ها به عنوان عقاید رسمی می‌مونن تبلیغ می‌کردن و داستان درست می‌کردن، از جمله که حضرت آدم گناه کرده، گناهش به ما سرایت کرده، هر بچه‌ای که متولد میشه با گناه اولی متولد میشه باید غسل تعمید داده بشه، حضرت عیسی بر نمیدونم دار به خاطر تاوان بشر، تاوان گناه بشر آویخته شد، نمیدونم اگر کسی بیاد اعتراف به گناه کنه عفو ابدی رو به دست میاره، اعتراف به گناه نزد کشیش باید صورت بگیره، خدا او رو بی‌بخشه به خاطر این کار، و تخصیص عبادت به روز معین یک شنبه ها باعث سست شدن ارتباط پیوسته با خدا شد. و داستان از این قرار شد که یک سری مقابله ها و
مخالفت‌های رهبران اصلی کلیسا با جریان علم و رشد علم باعث شد توجه به علم و خردورزی کاهش پیدا بکنه. اینجا بود که دانشمندان به دنبال تحقیق برآمدن، به دنبال این برآمدن که برند و کامل بکنن اطلاعاتشون رو و اومدن با تمدن اسلامی آشنا شدن. تو قرن چندم 7 میلادی اواسط قرون وسطا آشنا که شدن، آشنایی اندک با تمدن اسلامی باعث شد اونها شوق تحول، آزمایش، مطالعه و ترجمه کتاب‌های مسلمانان اتفاق افتاد و نقد رهبران کلیسا آغاز شد و خیلی اتفاقاتی از این قبیل. و آقایان مونتگومری و آقای ویلدورانت در این مورد حرف‌هایی زدن که مدیون بودن تمدن اروپا به اسلام رو مطرح میکنه. اما در 3 حوزه علم، عدالت و خانواده آثار مثبت، منفی و مسئولیتمون رو باید بشناسیم که در لابلای مباحث خدمتون عرض خواهم کرد. اولین تعریف بچه‌ها استعماره. استعمار که اسم دیگه‌اش همون ظهور ظلم فراگیره. از مشکلات حوزه عدل و قسطه، از آثار منفی اروپا و تمدن جدید در حوزه عدل و قسطه. چیه استعمار؟ غارت علنی کشورها و نابودی فرهنگ آنها به بهانه آباد کردن و عمران. اینا کشورهایی می اومدن حالا با سیستم نظامیشون یا حکومتیشون هر چی که بود می اومدن بهانه آباد کردن می و حمله میکردن و غارت میکردن ثروت کشورها رو و منابع کشورها ازشون سوء استفاده میکردن و برای اونها و باقی گذاشتن فقر و تنگدستی و بدبختی بر اون کشورها انجام شد. این استعمار. خانواده 2 مدل بچه‌ها. خانواده هسته یعنی پدر و مادر و بچه. خانواده گسترده یعنی علاوه بر خانواده یعنی پدر و مادر و بچه، عمو، دایی، خاله، اقوام و خویشان. خب خانواده هسته‌ای شامل والدین و فرزندان. آقا جفت خانواده ها یعنی چه هسته‌ای چه گسترده پاشیده از هم در تمدن جدید. خانواده گسترده چیه؟ شامل اقوام و خویشان علاوه بر والدین و فرزندان که هر دو چی شده؟ در تمدن جدید از هم پاشیده. فروپاشی نهاد خانواده از آثار منفی تمدن جدید در حوزه خانواده است. اما استعمار نو به معنی به قدرت رساندن افراد وابسته برای پیش بردن کشورها در واقع پیش بردن اهداف کشور استعمارگر، برای پیش بردن اهداف کشور استعمارگر. خب بریم سراغ ادامهش. دعوت به حق و عدل رو نباید منحصر به شعار کرد، باید برای تحقق حق برنامه‌ریزی کرد، قیام نمود، تلاش کرد و به صبر و پایداری و تحمل مشکلات در این زمینه‌ها توجه کرد. کاملا جمله درستیه در راستای مبارزه با ستمگران. سوال بعد گفته باید چیه یک ملت به کار افته تا اون ملت به معنی حقیقی کلمه عالم بشه؟ باید استعدادهای یک ملت به معنی حقیقی کلمه به کار بیفته تا اون ملت عالم محسوب بشه. سوال بعد تحلیل و بررسی نقاط قوت و ضعف تمدن جدید 2 فایده برای ما داشت بچه‌ها. 1 تأثیر پذیری و تأثیر گذاری بر آن. گفتیم تأثیر گذاری به قدر چی مونه؟ به قدر آگاهی و هوشیاری ما. 2 استفاده از نقاط قوت برای احیای تمدن اسلامی و عبرت گرفتن از نقاط ضعف برای برنامه‌ریزی درست و کم اشتباه. اینا نقاط ضعف و قوت فایده هاشو بررسی می‌کنیم. خب استفاده ابزاری تمدن جدید از زنان در چه مواردی است؟ این خودش یکی از پیامدهای منفی حوزه خانواده است. اصلا بیشترین آسیبی که تمدن جدید زده به حوزه خانواده بوده. برای چه مواردی است؟ 1 پوشیدن لباس نامناسب و تحریک کننده. خب برای چی؟ 2 کالاها یا تبلیغ کالاهای مختلف. شماره 3 تجارت فحشا
یعنی وضع خرابی که در زمینه تجارت زنان و دختران وجود داره و اینجور چیزا استفاده ابزاری میشه. آیه شریفه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، ای پیامبر به 3 روش دعوت کن: 1 با حکمت، 2 موعظة الحسنه، 3 جادلهم بالتی احسن، با علم محکم و استوار. ممکنه بهتون بگن آقا 3 روش دعوت عقلانی چیه که سوال امتحان نهایی خرداد 98 هم بوده. علم محکم و استوار، 2 پند نیکو و 3 بحث و گفتگوی احسن، یعنی بچه‌ها نیکوتر. اینایی که روش‌های درست تبلیغ و دعوته، کدوم مسئولیت ماست؟ بچه‌ها اشاره داره به موضوع ترسیم چهره عقلانی و منطقی از دین اسلام. ببین دین اسلام یک دین عقلانی و منطقی است، تمام دستاتش بر حکمت بنا شده، بنابراین باید در ترویجش با روش‌های عقلانی و منطقی برخورد کرد. سوال بعد: از عوامل مهم استحکام نظام اسلامی ترسیم چهره عقلانی و منطقی دین اسلام است. کاملا غلطه. بچه‌ها نظام اسلامی را اگر میخوایم تحکیم ببخشیم، این حوزه عدل و قسط رو مربوط میشه. چیزهایی مانند تلاش برای کاهش فقر، توسعه عدالت، امر معروف نهی از منکر، اینا توش مؤثره. و خود استحکام نظام اسلامی از مهمترین عوامل چیه؟ از مهمترین عوامل مربوط به داستان در واقع حضور مؤثر و فعال در جامعه جهانی است. اما ترسیم چهره عقلانی و منطقی دین اسلام مربوط به حوزه علم میشه، بنابراین اصلا حوزه هاشون متفاوته، نمیتونن ربط به هم داشته باشن، پس نادرسته. بریم سراغ سوال بعد. روش‌های تبلیغ اسلام 3 تا بود بچه‌ها، آیه‌شو خوندم: حکمت، پند نیکو و گفتگوی منطقی یا همون نیکوتر اصطلاحاً. خب سوال بعد: استحکام بخشیدن به نظام اسلامی مربوط به مسئولیت ما در کدوم حوزه است؟ بچه‌ها میشه حوزه عدل و قسط. ما در حوزه عدل و قسط یادتون باشه 2 تا مسئولیت داریم: 1 مبارزه با ستمگران، 2 استحکام بخشیدن به نظام اسلامی. آثار منفی حوزه عدل و قسط رو نام ببریم بچه‌ها. 2 تا آثار منفی داشته: 1 ظهور ظلم فراگیر و پدیده استعمار. خب دومیش چی بوده؟ افزایش اختلاف میان افراد فقیر و غنی، یعنی اختلاف طبقاتی در موقع استفاده شده. افراد فقیر و غنی در جهان خیلی فاصله شون زیاد شده. این طبقاتی هم اگر اضافه کنم اصطلاح خوبیه. خب و اما سوال بعد گفته ظهور پدیده استعمار از آثار منفی حوزه عدل و قسط. کاملا درسته. 2 تا از آثار منفی حوزه عدل و قسط، 1 ظهور پدیده استعمار بود، 1 هم افزایش فاصله طبقاتی میان انسان‌های فقیر و غنی. سوال بعد: ویلدورانت بسیاری از هنرها و فنون برجسته اروپا همچون معماری را مدیون کیا میدونه؟ صنعتگران مسلمان میدونه. یعنی میگه تمدن اروپا از تمدن اسلامی واقعا استفاده کرده و مدیونه. تمدن اروپا در قرن 4 با چه چیزی آغاز شد؟ تمدن دوم همون قرون وسطاست بچه‌ها، با گسترش مسیحیت و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی اجتماعی و فردی، زندگی فردی و اجتماعی مردم، یعنی حاکمیت کلیسا و مسیحیت مهم بود اینجا برامون. سوال بعد: باور برخی محققان در مورد چگونگی شکل‌گیری پایه‌های اصلی قدرت اقتصادی غرب چیه؟ بچه‌ها برخی محققان میگن ثروت ناشی از استعمار از آفریقا و آسیا به قدری زیاد بود که پایه‌های اصلی قدرت اقتصادی غرب رو محکم کرد. پس می‌نویسم ثروت ناشی از استعمار در واقع آسیا و اروپا به قدری زیاد بود که پایه‌های اقتصاد غرب را تشکیل داد و اون رو قوی کرد، دیگه قدرتمند کرد. خب مصرف زدگی از آثار منفی حوزه عدل و قسط. غلطه بچه‌ها، حوزه علمه. ببین حوزه علم 3 تا اثر منفی درش اروپا داشته: مصرف زدگی، علم زدگی و نابودی طبیعت. پس اینم غلط شد. سوال بعد: پیام اسلام پیامی مطابق با چی انسان هاست؟ فطرت انسان هاست. هر انسان چی طلب؟ حقیقت طلب. وقتی دعوت قرآن رو
به چی و چی میشنوه؟ عقلانیت، عدالت و تقوا میشنوه، به طور طبیعی جذب اسلام میشه. این جمله مال کجاست؟ مال موضوع در واقع پیام اسلام که جهانیه داره مطرح میکنه. جهانی بودن پیام اسلام به خاطر اینکه مرتبط با فطرت انسان است. فطرت انسان ها میدونید مشترکه. خب دو مورد از مهمترین عوامل استحکام نظام اسلامی رو نام ببرید. خب چندین مورد، تقریبا 7 مورد در کتاب: اتحاد ملی، انسجام اسلامی، مشارکت عمومی، عمل به وظیفه امر معروف نهی از منکر، عمل به وظیفه مقدس گفته کتاب، عمل به وظیفه مقدس امر معروف و نهی از منکر، نمیدونم تلاش برای کاهش فقر و گسترش عدالت و از این جور مباحث. اینها میشه چی؟ مربوط به استحکام نظام اسلامی. سوال بعد: مصرف زدگی رو به عنوان یکی از آثار منفی تمدن جدید در حوزه علم توضیح بدیم. باشه بچه‌ها، مصرف زدگی اینه دیگه. با توسعه ابزارهای صنعتی، وقتی قضیه صنعتی شد، خیلی تولید انبوه کالا آغاز شد. تولید انبوه کالا که نمیتونه رو دست تولید کننده بمونه، باید چی بشه؟ فروش بره. خب مردم رو دعوت کردن با جاذبه های تبلیغاتی به مصرف زدگی و تنوع طلبی برای اینکه خودشون سود بیشتری ببرن. و داستان از این قرار بود که این مصرف زدگی چرا به وجود اومد؟ به خاطر اینکه انسان رو یک موجودی میدونستن که یه موجود مادی و فقط طبیعیه، یه خورده بالاتر. میگفتن یک مثلا حیوانی است یه ذره پیشرفته تر، و از نیازهای معنوی او غافل شدن. این باعث شد که این فضا رخ بده. و اگر پرسید بیشترین آسیب رویه مصرفگرایی چی بوده، میگید تغییر الگوی زندگی مردم، دلمشغولی مردم به کالاهای متنوع در طول سالهای مختلف. خب پس مصرف زدگی به عنوان یکی از آثار منفی تمدن جدید چی بود داستانش؟ می‌نویسم: تولید انبوه کالا با در واقع ابزار آلات صنعتی نیازمند ایجاد نیاز کاذب در مردم با جاذبه تبلیغاتی و کشاندن آنان به تنوع طلبی برای کسب سود بیشتر بود. همین سیکلی که مثال زدم. آقا ابزارات صنعتی تولید انبوه ایجاد کرد و طرف برای اینکه تولید دستش نمونه جاذبه تبلیغاتی می آورد تا به تنوع طلبی و نیاز کاذب مردم رو دعوت کنه و سودش بیشتر بشه. حالا چون گفته توضیح دهید من بیشتر توضیح میدم. می نویسم: جدیترین آسیب رویه مصرفگرایی چی بود بچه ها؟ بگین. تر و ترینا خوب میتونه سوال بیاد. ببین جدیترین آسیبش چی بود؟ تغییر الگوی زندگی مردم و مشغول شدن آنها به چی؟ به کالاهای متنوع. و اتفاق دیگه که افتاد چی شد؟ اتفاق دیگه هم این بود که انسان ها غافل شدن. از چیشون؟ غافل شدن از اصلی ترین نیازها. و اون چی بود؟ که پرورش بود معنوی انسانه. بچه ها اگر پرسید، آقا اگر از من پرسید اصلی ترین نیاز انسان چیه؟ تراترینا سوال میاد دیگه. خب میگی پرورش بود معنوی رو انسان غافل شده. حالا میپرسه منشأ این دیدگاه از کجا اومده؟ میگیم زیرا انسان را موجودی مانند سایر موجودات با نیازهای مادی و طبیعی میدانستند. یعنی میگفتن فقط انسان در واقع نیازهای مادی و طبیعی داره صرفاً. اصلا یه حیوان است که یه ذره پیشرفته تره. این باعث میشه به نیازهای معنوی انسان بی‌توجهی بشه، غفلت. در حوزه خانواده مسئولیت‌های مسلمانان چیست؟ خب طبعا تحکیم بنیان خانواده به عنوان
کانون رشد فضیلت‌ها و تربیت نسل‌های با فضیلته. خب حالا اگر تحکیم بنیان خانواده اتفاق بیفته، گفته چه نتایجی رو برای ما به دنبال داره؟ بچه‌ها موجب کاهش فساد، اولا جرم تو جامعه کم میشه و تربیت نسل‌های خلاق و کارآمد و با فضیلت و آدمای خوب میشه و اینها میتونن جامعه رو به دست بگیرن و جامعه رو به سمت چیزهای امور مثبت ببرن. خب سوال بعدی گفته تمدن اول اروپا مربوط به قرن 4 تا 6 بعد از میلاد بوده؟ نه بابا جون، مربوط به قرن 6 تا 4 قبل از میلاد بوده. پس چند تا غلط داره؟ اولا این 4 و 6 رو جابجا کرده، ثانیا این بعد میلاد نیست قبل میلاده، پس این کاملا غلطه. یعنی تمدن اول که یادتونه تمدن بت پرستی و مطالب عقاید باستانی بود دیگه، درسته؟ این داستان مربوط به اون قرن ها هستش. سوال بعد، آگاهی به قانون و حقوق در اروپا که تمدن غرب محسوب میشه، ابتدا بچه‌ها با چی آغاز شد؟ ابتدا با ترجمه آثار اسلامی اتفاق افتاد، آشنا شدن به حقوق و قانون. سوال بعد، تحقق سخن حق و زدودن موانع حق و حق پرستی از جامعه خود و دیگر چگونه میسر است؟ بچه‌ها دعوت به حق رو گفتیم، دعوت به حق را نباید منحصر به شعار کرد. خب پس باید چی کار کرد؟ بلکه برای تحقق آن، تحقق سخن حق رو میگه ها، باید قیام کرد، برنامه ریزی نمود و چیکار کرد؟ تلاش کرد که لازمه آن، لازمه تحقق حق و قیام، تحمل سختی های این راه و شهادت، صبر، شجاعت و تقویت روحیه در واقع جهاد است. خب این کار رو باید کرد. سوال بعدی گفته 4 مورد از نتایج بهره برداری اندیشمندان اروپا از تمدن اسلامی رو بنویسید. وقتی اروپاییان اندکی با تمدن اسلامی آشنا شدن چه اتفاقاتی به وجود اومد؟ 1. شور و شوق تحول در اونها به وجود اومد. 2. علاقه به پژوهش و آزمایش به وجود اومد. 3. ترجمه آثار مسلمانان رو انجام دادن. 4. نقد کلیسا و رهبران آن اتفاق افتاد و این اتفاقات مربوط به پس از آشنایی با در واقع تمدن اسلامی بود و بعد توجه به قانون و حقوق افزایش پیدا کرد. پس بنویسم توجه به قانون و حقوق اقشار مختلف افزایش پیدا کرد. 6. افزایش خردورزی و علم آموزی، چیزهای مثبتی بود که از تمدن اسلامی عصر اون زمان که در قرن 7 میلادی به شکوفایی رسید براشون ارزشمند بود. خب سوال بعد، وظیفه مقدس امر معروف نهی از منکر یکی از مهمترین عوامل برای حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان است. بچه‌ها نگاه کنید، وظیفه مقدس امر معروف نهی از منکر باعث چی میشه؟ استحکام نظام اسلامی میشه. خب استحکام نظام اسلامی که یکی از عواملش انجام امر معروف نهی از منکره، از مهمترین عوامل حضور مؤثر و کارآمد در میان افکار عمومی جهانه، پس مربوط میشه به امر معروف نهی از منکر. این درسته. سوال بعدی گفته تلاش برای پیشگام شدن در علم و فناوری مربوط به مسئولیت ما در حوزه علم دیگه. خب تابلو علم داره، علم میشه جواب. خب مسئولیت های ما در حوزه علم رو نام ببرید. اولیشو همین الان گفتیم دیگه، پیشگام شدن در علم و فناوری یعنی جلو بزنیم. دیگه چی؟ شماره 2 ترسیم چهره عقلانی و منطقی از دین اسلام. دیگه چی؟ شماره 3 موضوع چی میشه در حوزه علم؟ دقیقاً اشاره میکنیم به موضوع
در واقع اینکه در حوزه جهانی حضور فعال داشته باشیم، حضور فعال در عرصه جهانی. یادتون باشه پیام اسلام گفتیم جهانیه چون مطابق فطرت انسان هست. خب فواید توجه به قانون از آثار مثبت حوزه عدل و قسط در تمدن جدید رو بهش توضیح بدیم. اولا توجه به قانون به خاطر چی بود؟ به دلیل حاکمیت نامطلوب کلیسا انقدر در دوره قرون وسطا بد گذشت، سخت گذشت به خاطر حاکمیت نامطلوب کلیسا به مردم. پس از قرون وسطا توجه گسترده‌ای به حقوق و قانون صورت گرفت. حالا این توجه بسیار به حقوق قانون از کجا شروع شد؟ که ابتدا با ترجمه آثار مسلمانان این اتفاق آغاز شد. خب ترجمه آثار مسلمانان که اتفاق افتاد چه رهاوردی داشت؟ حقوق اقشار مختلف، حالا من دیگه نام نمیبرم، خانواده، والدین، فرزند، حاکم، رهبر، مردم، دولت، قاضی، معلم، دانش آموز، همه چیز، حقوق اقشار مختلف به رسمیت شناخته شد و برای حفظ قوانین چیایی تأسیس شد بچه ها؟ برای حفظ این قانون ها مراکزی تأسیس گردید که حافظ قانون باشند. اینم از این داستان. خب داستان بعدی یا سوال بعدی گفته دوره چی دوره غارت علنی ثروت ملت ها بود؟ دوره استعمار رو داره میگه. میگه تا کی ادامه داشت؟ تا اواخر قرن 20 ادامه داشت. مبارزه باهاش از اواخر قرن 19 شروع شد و در اواخر قرن 20 به نتیجه رسید. البته بعدش دوباره استعمار نو آغاز شد دیگه. سوال بعد، دو مورد از آثار منفی حوزه علم در تمدن جدید رو نام ببر. میگم دو مورد که چیزی نیست، ما سه مورد برات میگیم داداش. یک، علم زدگی، دو، مصرف زدگی و شماره سه، نابودی طبیعت. نابودی طبیعت. دستیابی انسان به ابزارهای نوین چه عواقب زیانباری برای طبیعت داشت؟ انسان که به ابزارهای نوین دست پیدا کرد چیکار کرد با طبیعت؟ میگم طبعا تخریب محیط زیست، نابودی طبیعت، برهم زدن نظم جوی و گازها و خیلی اتفاقاتی از این قبیل، از جمله رو به پایان گذاشتن منابع و اینجور اتفاقات. خب گفته یکی از رسالت‌های انبیا مبارزه با ظلم، برقراری عدل، گسترش حق. کاملا این جمله درسته دیگه، رسالت انبیا بوده. آشنایی با آثار چیه تمدن جدید میتونه ما رو در احیای تمدن اسلامی کمک کنه؟ آثار مثبت و منفی دیگه. دو دسته آثار داشته. خب گفته تمدن دوم اروپا به چه تمدنی معروفه؟ تمدن دوم به قرون وسطا بچه‌ها معروفه. 4 تا حدود 16 میلادی بوده. قرن 4 تا 16 میلادی هم گفتم برای اطلاعات بیشترتون که باید بلد باشید. از آثار منفی حوزه علم مصرف زدگی چیه؟ بچه‌ها مصرف زدگی رو توضیح دادیم دیگه. گفتیم به خاطر ابزارات صنعتی تولید انبوه کالا ایجاد شد و برای فروش این تولید انبوه کالا اتفاقی که افتاد، افراد با جاذبه تبلیغاتی در افراد نیاز کاذب پدید آوردن و طرف رو به تنوع طلبی کشوندن که برای اینکه سود بیشتری به دست بیارن. جدی‌ترین آسیب رویه مصرفگرایی چی بود بچه‌ها؟ به من بگید. تغییر الگوی زندگی مردم و مشغول شدن انسان‌ها هر روز به کالاهای جدید که باعث غفلت از مهمترین بعد انسان، یعنی بعد روحی و معنوی او میشه و علت این تفکر این بود که انسان رو فقط یک موجود زنده طبیعی میدونستن که فقط یک سری نیازهای مادی و طبیعی داره. خب میان یک پیامبر و روش طبیعی چه رابطه ایه؟ بچه‌ها باید تناسب منطقی و معقول برقرار باشه. خب اگر سوال پاسخ کوتاه بود به همین مقدار میتونستم کفایت کنم، ولی چون گفته پاسخ کامل بده بیشتر توضیح میدم. میگم ببین تناسب منطقی و معقول برقرار است میان یک پیام و روش تبلیغش، یعنی حق را نمیتوان با روش‌های
نادرست تبلیغ کرد. آخه هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. اگه حرفت حقه با روش نادرست که نمیشه. بعد توضیح میدم، میگم پیام اسلام چه جور پیامیه؟ بر اساس حکمت و عقلانیت است. پس باید با روش‌های قرآنی که بحث حکمت، موعظه حسنه، جدال احسن، گفتگوی نیکوتر بود، ترویج شود. خب و نه با روش‌های فریب کارانه و تعصب. با اینا اصلا جور در نمیاد. این میشه ترسیم چهره عقلانی و منطقی از دین اسلام. خب دوستان خوبم، مطالبی که عرض شد از ترم دوم هم خدمتون عرض کردیم. یادتون باشه امتحان شما 4 یا 5 سوال اولش از آیات و احادیثی است که در تدبر در قرآن خیلی مهمه. سوالاتش حتما باید مطرح کنید، اونجا رو بلد باشید. عیناً مطرح میشه. بعد 4 تا سوال بچه‌ها صحیح غلط خواهید داشت. دقت کنید به قیدا، دقت کنید به جملات مثبت منفی. بعد 4 تا جمله به صورت جای خالی دارید. کلید واژه ها رو حتما باید بسازید و بگید چی بوده. و البته اگر شبیه هاش هم بنویسید نمره بهتون تعلق میگیره. 4 تا یا 6 تا سوال پاسخ کوتاه خواهید داشت که باید عبارات شمردنی رو حتما بلد باشید بنویسید. سوال پاسخ تشریحی اگر به شما بدن حدود 6 یا 7 مورد، باید بتونید یک پاراگراف کامل حدود 3-4 خط توضیح بدید. حداقل اصطلاح تعریف کنید. بچه‌ها 2 تا 3 تا اصطلاحات مطرح میشه، حتما باید بلد باشید مطابق اون چیزی که کتاب درسی مطرح کرده. تو کشف ارتباطات دقت کنید. یکی از کشف ارتباطاتون تو ترم دوم معمولا موضوع احکام، مستحب، واجب کفایی، حرام هست که گفتم معمولا جواب مکروه گزینه غلطش هست. ممکنه سوال 2 گزینه‌ای ببینید، 2 تا سوال 2 گزینه‌ای معمولا میدن. حواستون به این تیپ قالب سوالات باشه، کما اینکه بسیاریش رو اینجا تو این مجموعه براتون گردآوری کردیم. در پایان هم از دستاندرکاران مجموعه گاج در اپلیکیشن گاجینو که مجموعه شب امتحان رو فراهم کردن که من در خدمتتون باشم، تشکر و قدردانی کامل رو دارم. خدایا رو نگهدار همه شما.